مقام معظم رهبری تا تونستن از هیچ خیانتی، از هیچ عداوتی نسبت به مردم کوتاه نیومدن، حالا چه فکر میکنن در مورد شما؟ این پررویی، این بی‌حیایی از امام به ارث رسیده است. مقام معظم رهبری یا آدم نااهل هست، مثل روباها شده است. از فتنه میترسن، از انتخابات میترسن، از فقرا پابرهنه ها میترسن. این پولهای بادآورده از راه حرام به دست ما رسیده است. فقط یک نکته از امام در ارتباط با مردم و جوانهای انقلابی عرض میکنم. مردم ما سر ولایت را میشکافند، دماغ ولایت را پهن میکنند، قلب ولایت را در میارند و باش توپ بازی میکنند. این مرگ بر ولایت مردم رو امیدوار میکنه، به مردم نشاط جدید میده. پای صندوق ها خالی از حضور مردم است. چرا اینجور شده؟ چرا کار ما به اینجا رسیده؟ خدایا انتخاباتی که در پیش داریم مایه سرافکندگی مقام معظم رهبری و شورای نگهبان قرار بده.